کمیته لطفای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که یک ساکن ناحیه فیض‌آباد بر اثر یک حادثه ناخوش هنگام چوکر چینی در کوه به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع این نهاد صبح 16 اپریل سال 2024 ساکن 31 ساله دهه کولوبیان جماعت چشمسار ناحیه فیض‌آباد در شرق تاجیکستان با مقصد چیندن چوکره به یک کوه واقع در نزدیکی دهه‌شان رفته است، اما متاسفانه هنگام چیندن چوکره از یک تپه بلندیش 30 متر سرازیر شده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. جسد او را هم دیگانش یافته به دیه آوردند و به دست نزدیکان مرحوم سپردند. کمیته لطفای فوق‌العاده می نویسد که تحلیل حادثه های ناخوش مرگاور در کوههای تاجیکستان نشان می‌دهد که در بسیار حالت‌ها سبب مرگ انسان نه کوه بلکه خود انسان می شود. مردم از رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری، ندانستن شرایط کوه به خصوص در موسم بارشات دچار فلاکت‌های فاجعه بار می‌شوند. کمیته در پی مرگ ساکن فیض‌آباد هنگام چوکر چینی بار دیگر از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که در روزهای پربارش و تا خشک شدن بستر خاک از رفتن به کوه‌ها برای چیندن هیزم و گیاه‌ها یا برای شکار و ماهی‌داری خودداری کنند.